وقتا جون وقتی که ما اینجا با روزنامه‌نگاران صحبت میکنیم همه از تو میپرسند میگن وحدت هنوز برای ما در کار است که ما مصاحبه کنیم برای چی این طور؟ اول السلام علیکم. نمیدونم برای چی باشد و هر کدام مصاحبه میگن مثلا من رد نمیکنم، مصاحبه میکنم. خب روزنامه‌نگاران ایران بیشتر از شما مصاحبه میکنن یا که دیگر روزنامه‌نگاران؟ ایران بسیار هم چی اینجا باشه چی تو ایران بسیار تر است. شما تجربه بوی دارید در حیات پرسپولیس بازی میکنید. پرسپولیس که از دست‌های پرقوت است. امروز در مقابل ما امارات بازی میکند در بازی 8-1 چگونه این تیاری ها است و چگونه مثلا فکرها هست و چگونه است؟ ما که فکرم 2 روز پیش آن همه خورسندی که از گروه برآمده بودیم آن همه رو خاتمه بخشیدیم و حالا 3 روز دیگه وقت داریم برای بازی با امارات و هرچی قوی که داریم برآمده باهاشون بازی میکنیم و میخوایم که تاجیکستانی عزیزمون و تاجیکستانی خوردک خودمون را تو تمام نه آسیا در تمام دنیا معرفی کنیم. شما بازی امارات رو دیدید. آنها چه افضلیتی دارند نسبت به دیگر دست‌هایی که شما اینجا بازی کردید و یکی را بردید از دیگری باختید و با دیگری مساوی؟ حالا باشه ما بازی امارات رو مثلا ندیدیم، مثلا مربی‌ها به ما نماختن و فکر کنم فردا مربیان جای ضعیفی و جای سختی حریف رو به ما می‌آموزن و ما باشد جای ضعیفی آنها رو می‌آموزیم و برآمده انشالله بازی میکنیم. تشکر زیاد.